الو سلام جانم مامان جان. الان میخرم میام. قربونت، خداحافظ. ببخشید خانم چیزی شده؟ سلام عزیزم، دارم دنبال پولم میگردم، نمیتونم پیداش کنم. اجازه میدی من کمکتون کنم؟ ممنونت میشم. آره با این پولا باید داروهای مامانمو میخریدم. خدا کنه پیدا شه. بفرمایید خانم پیداش کردم. وای ممنونم، دورت بگردم. بچه‌ها امسال هم مثل هر سال میخوایم سفره 7 سین بشینیم برای امسال میخوایم خودتون تصمیم بگیرید که کی چی بیاره. ببینم چه میکنیم. چی شده عادلیا؟ چرا ناراحتی؟ قرار بود تنگ ماهی بخری، پس چی شد؟ نکنه یادت رفت بخریش. اصلا شایدم خریدی و شکوندیش. داشتم میومدم یه اتفاقی افتاد. یه خانومه رو دیدم که پولشو گم کرده، من پول خودم بهش دادم. این که مشکلی نیست، ما حلش میکنیم. چطوری؟ آها، میتونیم با هم دیگه تنگ کاغذی درست کنیم. آخه تنگ کاغذی خانم منو دعوا میکنه. از هیچی که بهتره. من تو کیفم کاغذ رنگی دارم. منم ماژیک دارم. منم که نقاشیم خوبه. منم میرم پس از دفتر قیچی بگیرم. درختان دو دیده ای بار دیگر تازه لباسه، باران نوازش کنه آرام گل یاسه، تنی سیب دیچینی سینه رو با مهربانی، ایت عید شبتی زندگی قدر بدانی. سلام بچه ها. خب چه خبر اینجا؟ همه هم که وسایل سفره 7 سین آوردین. الان دعوا میکنه. چه فکر جالبی. بچه ها میدونستین ماهی رو سفره 7 سین نماد زندگیه، اما همین نماد زندگی وقتی که میذاریمش تو تنگ عمرش کوتاه میشه. حالا این فکر مال کی بوده؟ کی درستش کرده؟ پس یه دست به افتخار خودتون بزنید. آفرین به شما. بچه ها سفره 7 سین با ماهی واقعی نیست که زیباتر میشه، بلکه با همین عشق و علاقه که بین شماست زیبا میشه. حالا با هم بریم سفره 7 سین رو بچینیم. واسید دوره کنیم کهنگی از امی دنیا، واسی عاشق ببیم دوست بداریم قشنگ فردا، مبارک به نوروز سلامت بیبی هر روز، دکون تازه لباس فرس حجی فیروز، مبارک به نوروز سلامت بیبی هر روز، دکون تازه لباس فرس حجی فیروز، سوما و سرخ ماهی خوشی به الهی،
الهی سال تازه خدا ترم سازه سوما و سرخ ماهی خوشی رو به الهی الهی سال تازه خدا ترم سازه